اینا دوزاهامون هستن که همشون برای یه دونه مرغه. این یه دونه مرغ خانم مرغه. بفرمایید. این مادر این مرغا هستن همشون. یه دونه مرغ، اینا دوزا. اینا همه مال اونه، همشون اون به دنیا آورده. کسی راضی به جوجه مرغ چطوری تخم زیاد زیر مرغ بذاره که بتونه در بیاره و بدون مشکل، بدون دستگاه، بدون هیچی، که مرغتونم زود به کوک بیفته که بتونید تخم زیرش بذاری، حتما بگید که راهنماییتون کنم چیکار کنید. و برای بزرگ کردن دوزا چه دونی بذارید، چطوری ویتامینا رو به اینا بدید. و اینم پدرشون هستش. برزوا این پدرشون هستش. کل این دوزاها رو مال این پدر و مادر عزیز هستن. این دو نفر خوشبخت زوج لهستانی. ولی من تخم‌های دیگه هم استفاده کردم، مثل لاری، مثل هلندی. اینا از همه تخم‌ها امتحان کردم، آوردم همه رو گذاشتم. 25-6 تا تخم گذاشتم زیرش. از این 25-6 تا یکیش در نیومد، مابقی در اومد. و الانم خیلی خوشحالم که دارم بزرگ میشن و مادرشون هم داره بهشون رسیدگی میکنه. این یه صحنه جالبی بود که گفتم براتون بذارم. خیلی خوشحال